محمد رضا داداشزاده ملقب به شایع در 9 مرداد 1372 در تهران به دنیا اومد. اون در 15 سالگی با گوش دادن با آهنگ هیچکس عاشق رپ میشه و در سال 89 وقتی فقط 17 سالش بود اولین آهنگ خودش به نام یه روز خوب میاد رو بیرون میده. این آهنگ مورد تحسین حسین قرار میگیره و ازش برای پیوستن به گروه کاغذ دعوت میکنه. از همین جا بود که روز به روز به معروفیت رسید. اون به مدت 10 سال بدون چهره فعالیت میکرد و هیچ کس چهرهش رو ندیده بود تا اینکه در سال 98 با آهنگ این جانب از خودش رونمایی کرد. شایع از 18 سالگی با دختری به نام شادی همتی در رابطه بود تا اینکه به تازگی باهاش ازدواج کرده. اون یه مدت برای درآمدزایی به تبلیغ سایت‌های قمار و شرط‌بندی روی آورد و شایع دستگیری اون توسط پلیس فتا منتشر شد. ولی واقعیت اینه اون به خاطر اعتراض مردم و طرفداراش از این کار دست کشیده. مصاحبه شایع با علی ضیا رکورد یوتیوب فارسی رو زده و الان بیش از 1,600,000 نفر نگاش کردن که در رپ فارسی